ساقی ماقی نداره سهیل؟ نمیدونم داداش زیر پای ما یه 100 تومانی افتاده. او سهیل یواش بگی ما نبینم فقط. خب آروم خیلی یواش. ماشاءالله بریم داداش چیه 50 اینه 100 که تراکت تبلیغاتیه. چه باحال. وایسو سالن زیبایی رویا نادی 10 تا سکه داری، یعنی هر 10 بار 1 میلیون میشه، هر بار 100 تومان تخفیف داری. ارزونه. صبر کن روز تولدت مگه تولد نیستش؟ تولد روز من تولد دیگه. سورپرایز میکنن. والا آفتاب 2 4 سمت راست. داداش چیکار؟ همینجاست. بیا آرایش بکنیم. داداش آرایش بکنیم. تولدت مفتی میشه. هر چی که مفتی نمیرن. سهیل جان هر کی. نه والا بیا. سهیل داداش من به خدا سگاب رو میشم داداش. یه لحظه وایسا آقا گوش بده. زشته بابا من بوی ریش پاش آقا گب نداره کیک نمیخوام ما ژتون داریم. آرایش میکنی تولدت مفتی میشه. کی میخواد کیک بگیره واسه تولد بگیره؟ بیا خجالت نکش. ردیف هم خوشگل میشی ناز میشی هم تولد میگیریم برات. فکر نکنم خوب بشم میشی. اوه چه قشنگ اینجا. اینجا. آقا شما کجا؟ سلام خانم نادی شما هستی؟ بله. این رفیقم میخواست آرایش بکنه. آخه اینجا سالن زیبایی خانم هاست، برای آقایون که نیست. ای بابا این گناه داره تولدش هم هست. آخه ما ادینا داریم. بلیط داریم. بفرمایید. گناه داره. بفرمایید. مرسی. ببخشید. واقعا قشنگ میشی من میدونم. سهیل من بیابرو میشم سهیل. امروز تولدت امروزه نه؟ آره دیگه. تولدش امروز. خیلی ناز میشی. خیلی ناز میشی من میدونم. عجیب ترین تولد دیگه سالم میشه دیگه امسال. آره سورپرایز دیگه. داداش فقط دارن لوازم برند واسه استفاده میکنن. سهیل جان فقط دهنتو ببند اینا داداش. رو ول کن. هپی برثدی تو یو. داداش تولد مبارک. مرسی از خانم نادی و از سالن خوبشون که برای تو تولد گرفتن. تا 3 میشمارم فوت کن. هپی برثدی تو یو. هپی برثدی تو یو. 3 2 1 فوت کن. مبارکه. خیلی قشنگ شدی. دست شما نکنه. کیکو میتونیم ببریم؟ بله. دست شما نکنه. بریم بریم. داداش مبارکه تولدت. خیلی قشنگ هم شدی. یه کیک مجونی میگرفتیم امشب میخوریم دیگه. سهیل جان داداش میشه تو دیگه بر من تولد نگیری برات؟ چرا؟ داداش اصلا آبرو شرفم بردی. این چه تولدی اصلا؟ من احساس میکنم میلم اصلا تغییر کرد به آقایون. نمیدونم چیه یه جوری شد.